سلام، دوباره اومدیم وامبلا. چی شد؟ دوباره همون اتفاقی که نباید میافتاد، ولی واقعا ناراحت کننده است. من میخواستم این دور کابلستون جنریتور درست کنم که اقدر الان این کابلستون هم یادم رفت بردارم، یکم برم داره. من یه لحظه داشتم فکر میکردم که الان کابلستون جنریتور بسازیم چقدر خوب بشه این چیزا، بعدش فهمیدم لاوا میخوایم و برای لاوا دیگه نمیدونم باید چی کار کنیم و هدف یو علی یو خدا. و ما هدفمون تو این ویدیو اینه که یه خونه بسازیم، چی نداریم. آقا ببینید من بیلدر خوبیم ولی معمولا از چوب خام خوشم نمیاد. بچه واقعا من نمیدونم الان ما چرا باید آخرین اسلبمون اینجوریش اشکالی نداره. بچه ما الان کفشو اسلب کردیم و میخوایم دورش دیوار بذاریم. چوب داریم یا نه؟ اینم در بیاد ببینید ما چوب داریم. خب بچه متاسفانه پلنک نداشتیم و الان وضعیت اینجوریه، ولی میخوام یه کار خیلی بهتر رو انجام بدم. بچه واقعا ما چقدر کوریم، نگاه کنید. واقعا من میرم یکم وامبلاک بکنم اصلا سر و همین دیگه. بچه ما واقعا از چه لحاظ فکر میکردیم که میتونیم الان کابلستون جنریتور بسازیم؟ نه آب داریم، آب درختم در اومد برم قطعش کنم و اینجا هم یه دونه پله میذاریم، بعدش با این اسپیس هایی که داریم سقف میذاریم دیگه. خب بچه ما خونه رو ساختیم، این آشراف خیلی هم زشتون ولی دیگه کار را بندازه، بریم وسایلمون بذاریم اون تو. بچه ما هنوز شیت نداشتیم و من الان ساختمش و کجاستش و میکنم.